سلام دوستان، امروز با من همراه باشید. میخوایم بریم به سمت ساحل دریای جفرود کنار دریای خزر. امروز هوا خنک و مرطوب بود، همان تصویری که همیشه از شما در ذهن دارید، آرام و شاعرانه. به ساحل که رسیدیم، ماهیگیران زیادی آرام آرام از دریا به سمت خشکی می اومدن. صدای موتور قایق‌ها با موج‌های ملایم در هم آمیخته شده بود. ماهیگیران خسته تورهایشان را جمع می کردن. اما وقتی به ساحل رسیدن سکوت عجیبی بینشون بود. تورها تقریبا خالی بود. نگاهشون پر از سوال بود. دریا امروز چیزی براشون نداشت. چند قدم جلوتر رفتیم. ساحل دریای جفرود مثل سابق نبود. روی شنهای ساحل پلاستیک‌ها، بطری‌ها، زباله‌های زیادی رها شده بود. کمی اون طرفتر توده‌ای از زباله روی زمین ریخته شده بود و منظری تلخ در دل طبیعت را نشون میداد. تضاد عجیبی بود. یه سمت زیبایی و عظمت دریا و سمت دیگر بی‌مسئولیتی انسان. در همان حال هوا چند توله سگ لاغر و گرسنه نزدیک ما شدند. برایشان غذا گذاشتیم که با ولع و بی صدا شروع به خوردن کردند. در همون لحظه حس عجیبی داشتم. انگار طبیعت با تمام زخم‌هایی که خورده بود هنوز مهربان بود. هنوز زندگی در جریان است، حتی میان زباله‌ها. این سفر فقط یک ولاگ ساده از دریا نبود، یک یادآوری بود. اینکه دریا، جنگل، حیوانات و حتی همین ماهیگیران همه به هم وابسته‌اند. بیایید وقتی به طبیعت می رویم فقط رد پا بگذاریم و فقط خاطره برداریم. اگر شما هم طبیعت را دوست دارید لطفاً در حفظش مسئول باشیم. و اگر چنین روایت هایی از زیبایی ها و واقعیت های طبیعت ایران برایتان مهم است، حتما کانال را سابسکرایب کنید و ویدیوها را لایک کنید و نظرتون را برای من کامنت کنید. با هم صدای طبیعت باشیم. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. تا ولاگ بعدی شما را به خدا میسپارم. به امید دیدار.